امروز میخوایم با هم دیگه یه شل زرد خوشمزه درست کنیم با فوت و فنای خاص خودش. مواد لازمشون رو خدمتتون میگم. برنج 1 لیوان، اگه سرلاشه بود آب 8 لیوان، اگه برنج درسته بود آب 12 لیوان که من اینجا از شب قبل با نصف لیوان گلاب خیس کردم. شما هم همین کارو بکنید. برنج سرلاشه زودتر شکفته میشه و پخته میشه، ولی برنج کامل دیرتر، برای همین میزان آبش فرق میکنه. گلاب 1 لیوان که من نصف لیوانش رو از قبل داخل برنجم ریختم. زعفران با دست و دلبازی. هل 1 قاشق چایخوری. شکر 2 لیوان. خلال بادوم 3 قاشق غذاخوری. خلال پسته 1 قاشق غذاخوری و 25 گرم گلاب. برای اول که گفتم از شب قبل برنجتون رو به همراه آب و نصف لیوان گلابتون به مدت 12 تا 18 ساعت خیس میکنید. بعد این برنج رو میذاریم روی گاز تا به جوش بیاد. الان برنجمون رو گذاشتم روی حرارت بالا باشه تا به جوش بیاد. وقتی به جوش اومد حدود 1 ربع تا نیم ساعت بجوشه. حتما کف روی برنج رو بگیرید. بعد از نیم ساعت یکم که جوشید برنج رو خاموش کنید و در قابلمه رو روش بذارید و بذارید حدود 1 تا 2 ساعت بمونه. این کمک میکنه تا برنجتون خیلی خوب شکفته بشه. و حتما نکته مهمش اینه برنج چون نشاسته داره، اگر موقعی که رو گاز هست و داره میجوشه بخواید هم بزنید به خاطر نشاستش زود ته میگیره و اگه بخواید ته نگیره دائم باید هم بزنید. ولی اگه نخواید این کارو بکنید حتما برنجتون بعد از اینکه به جوش اومد و کف روشو گرفتین بدون اینکه هم بزنین خاموشش کنین و بذارید حدود 1 تا 2 ساعت بمونه. بعد از اینکه برنجتون به جوش اومد حدود 1 ربع که جوشید خاموش کنید و در به ظرف رو بذارید تا 1 ساعت الی 2 ساعت، بستگی به میزان موادتون داره. اگر موادتون تو این رسیپی که من گفتم هست به اندازه این دستور هست نمیخواد به 2 ساعت بذارید، 1 ساعت برای که برنج بشکفه و پخته بشه تو تایم خاموش کافیه. خب الان برنجمون داره به جوش میاد و روش کف کرده. آروم کفای روی برنجتون رو جمع کنید. حتما سعی کنید برای پخت شل زرد از برنج ایرانی استفاده کنید چون عطر و بوی خاصی داره. الان کف روی برنج رو گرفتیم. همینجور که میبینید الان برنج به جوش اومده. صبر میکنیم حدود 1 ربع بجوشه، بعد گازو خاموش میکنیم و بعد از 1 ربع که جوشید در قابلمه رو روش میذاریم و کنار میذاریم حدود 1 ساعت بمونه. الان 1 ربع که برنج من میجوشه من حرارت رو خاموش میکنم، در قابلمه رو میذارم تا 1 ساعت کنار میذارم تا خوب برنجم پخته بشه. من به هیچ عنوان تا این لحظه برنجمو هم نزدم. الان اگه دقت کنید بعد از 1 ساعت که من قابلمه رو کنار گذاشتم برنجم آب رو کاملا به خودش کشیده. اگه اینجا احساس کردین که برنجتون هنوز کاملا شکفته نشده که برای من همین حالت رو داره، یکم آب جوش به برنجتون اضافه کنید. الان اگه دقت بکنید یکم آب برنج من کمه، من آب جوش بهش اضافه میکنم. خوب دقت کنید هر باری که من هم میزنم برنجم لعاب میده. برای همینه که بهتون توصیه میکنم که موقعی که برنجتون داره میپزه هم نزنید. من اینجا آب جوش رو به برنجم اضافه میکنم و میذارم یک کم دیگه بپزه تا کامل برنجم پخته بشه. اینجا هنوز برنج ما آب داره. باید زمانی زعفران رو اضافه کنید که برنجتون آب خیلی نداشته باشه. اینجا خلال بادوممون رو به گلابمون اضافه میکنیم و میذاریم یک کم بمونه تا مزه گلاب به مغز خلال بادوممون بره و خلال یک کم نرم بشه. الان برنجمون کاملا پخته شده و آب غذا تقریبا اندازه است. این نکته مهم یادتون باشه که حتما زعفران رو قبل از شکر اضافه کنید. زعفران رو بریزید، برنجتون رو هم بزنید تا به رنگ دلخواهتون برسید. به هیچ عنوان بعد از شکر نمیتونید زعفران اضافه کنید چون اگه اضافه کنید اصلا برنجتون رنگش تغییر نمیکنه.
زعفرانتون رو با دست و دلبازی بریزید، هم بزنید تا زمانی که رنگ شل زردتون قشنگ بشه. خب الان موقع اضافه کردن شکر به شل زرد. شکر رو بریزید، هم بزنید. بعد از اضافه کردن شکر بازم شل زرد یکم آب میندازه که این طبیعیه. اینجا تو این مرحله میتونید هم بزنید تا شکر کاملا توی شل زردمون حل بشه. 10 دقیقه آخر پخت گلاب رو همراه با خلال که از قبل خیس کردیم به موادمون اضافه میکنیم و هم میزنیم. خلالی که از قبل توی گلاب خیس شده بود و هل. دارچین هم میتونید اضافه کنید ولی من توصیه نمی کنم چون رنگ شل زردتون رو تیره میکنه. میتونید از چوب دارچین زمانی که برنجتون رو میذارید خیس بخوره و تو پخت اولیه استفاده کنید یا آخر سر از عرق دارچین استفاده کنید. وقتی شل زردتون به غلظت کافی رسید کره رو اضافه میکنین و هم میزنید. کره باعث براق شدن شل زردتون میشه. وقتی کره کامل توی شل زرد آب شد شل زردتون آماده است. الان دیگه شل زردمون آماده است. میریم که توی ظرف سرو بکشیم. اگه تمام نکات رو رعایت کنید در آخر یه شل زرد کاملا جا افتاده و خوشمزه دارید. من برای تزیین شل زردم از این کاتر استفاده میکنم. شل زردتون رو باید بریزید تو ظرف سروتون، بذارید کاملا سرد بشه، بعد تا روه ببنده، بعد بیارید برای تزیین. میتونید نارگیل بریزید، من اینجا از دارچین استفاده میکنم. بعد با یک کاغذ دارچین رو به همه جای شل زردتون انتقال کنید. خب من الان دارچین رو ریختم، خوب مرتبش کردم. الان کاترم رو برمیدارم. من دور شل زردم رو با خلال پسته و بادوم تزیین کردم. الان وسط رو هم با غنچه گل تزیین میکنم. شل زردمون آماده شد. امیدوارم که درست کنید و تو سفره های نظریتون یادی از منم بکنید. مرسی.